وقتی حرف از بدنسازی میاد، همه به حرکات انفجاری، تمرینات پا و تکنیک‌های سریع فکر میکنن. اما یه سوال بزرگ همیشه مطرحه: آیا دویدن برای یک رسمی کار ضروریه؟ تصور کن صبح زود کفشات رو میپوشی و شروع میکنی به دویدن. قلبت تند میزنه و نفسهات عمیق‌تر میشه و بدنت داغ میکنه. این تصویر آشناست، اما آیا واقعا بهترین انتخابه؟ دویدن‌های سرعتی و اینتروال درست مثل مبارزه انفجاری و کوتاه مدته و باعث میشه بعد از یه راند نفسگیر سریعتر ریکاوری بشی. اما باید بدونی دویدن طولانی و یک نواخت مثل ماراتون ممکنه حتی سرعت و قدرت انفجاری رو کم کنه. پس راز کارایی تو انتخاب هوشمندانه است، نه فقط دویدن بی‌وقفه. دویدن اشتباه یعنی خستگی بیفایده، اما دویدن هوشمندانه یعنی ریه‌هایی مثل موتور توربو، پاهایی مثل فنر. پس برنامه دویدن امروز فقط دویدن نیست، یه نقشه است برای قهرمان شدن. با این برنامه ضربه‌هات تیزتر میشن، ذهنت متمرکز و زمین بازی برات کوچیک‌تر به نظر میاد. قبل از شروع تمرینات بدنت رو با دویدن نرم و کشش پویا به مدت 10 دقیقه بیدار کن.